خب در این جلسه نهم انشاءالله ما و شما درود شریف را میخوانیم. او درود که او را ما و شما در اصطلاح درود ابراهیمی میگوییم. به این خاطر ابراهیمی میگوییم که در این نام مبارک جناب ابراهیم علیه السلام آمده ذکر شده. و در باب قواعد و گرامر امروز ما و شما داخل بخش سوم زبان عربی که او همان فعل است او داخل میشیم انشاءالله. و قالب اول ما و شما او را یاد میگیریم و با اساس او قالب داها افعال انشاءالله ما و شما با هم یاد میگیریم و میخوانیم و نکات تربیتی هم داریم که با هم انشاءالله شریک میسازیم. استادای نهایت گرامی و برادرای عزیز، درود شریف که الحمدلله یکی از اوراد و از وظایف مهم هر مسلمان است که او را هم در نماز میخوانه هر مسلمان و هم خارج از نماز میخوانه، زیرا که یکی از راههای کسب ثواب هست. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده من صلى علی مرة صلی الله بها 10. کسی بالای ما یک بار درود میفرسته الله رب العالمین 10 بار به او رحمت نازل میفرماید. لیکن چیزی که هست و ای است که معنی و مفهوم درود واضح نیست. اگر به درود شریف بخوانیم این درود چی هست؟ انشاءالله امروز ما و شما حقیقت درود را و فوائدی و ما و شما با هم شریک میسازیم. برادرای عزیز و محترم، درود شریف در حقیقت دعا است در حق جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما و شما با گذشت تقریبا 15 قرن، یعنی 15 قرن چند سال؟ 1500 سال تقریبا، و به این مسافت طویلی که بین ما و بین حرمین هست، یعنی مکه مکرمه و مدینه منوره، به این مسافت شاید از افغانستان چند هزار کیلومتر باشه، 3-4 هزار خوشاید باشه به قدره. ما شما حالی که اینجا مسلمان هستیم و از ما و شما بسیار دور از حرمین دیگه مردم هم هستند که اونا مسلمان هستند. شما میفهمین این در نتیجه فداکاری ها و قربانی ها و تضحیات جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر جنابشان قربانی نمیداد و تکالیف را متحمل نمیشد، زحمت ها را نمیکشید، ما و شما اینجا خود تاریخ اینجا چی هست؟ از افغانستان کی بودن میفهمین؟ پیش از اسلام اینجا کی بودن؟ آتش پرستان بوده، بودستان بوده، اینجا انواع و اشکال از مزخرفات و از افکار و معتقدات گمراه و بیهوده بوده که ما شما مسلمان هستیم الحمدلله و در امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. به این مدت طولانی که بین ما و بین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و این فاصله طولانی، این در حقیقت نتیجه قربانی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلسل بدون توقف و بدون به اصطلاح آرام گرفتن همواره به قبایل مختلف، به اقوام مختلف، به شخصیت‌های مختلف میرفت و امی پیام را برشان میرسند. و از امو روزی که به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم امر شده بود یا ایها المدثر قم فانذر، از روزی که قیام کرده بس تا آخری عمر ای به قعود تبدیل نشده. قم، در این قیام
دور خطرناک 13 ساله مکه مکرمه تیر شده. خطرناکترین روزهای طائف هم دی آمده. این همسایگی که چه قسم همسایه بودن اونها که یک بار و رسول الله صلی الله علیه و بسیار زیاد اذیت داد. جنابشان بیرون شد و فرمود که همسایگی خوی قسمی نمی باشه، ما خوی قسم همسایه را ندیدیم که هم در خانه ما چتلی را مندازین، هم در دیگ و چی ما چیز را مندازین، خار را فرش میکنین. یک بار یک طفل جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات شد. طبیعی است همسایه خفه میشه به این چی، لیکن همسایه رسول الله صلی الله علیه و سلم چطور بود؟ کلشان یک جشن را چی کرد و ابتر شد. یک طفل داشت عمره، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود همسایگی خوی تو را ببخش. از همینجا که باز مایوس شد و چی شد؟ رفت به طرف طائف و شما دیدین که در طائف چی چیزا رخ داد. یعنی و باز در راه بود که پس می آمد، بس در یک جای شش در حالتی که بدن مبارکش زخمی بود فرمود که اللهم انی اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی و هوانی علی الناس. و فرمود که یا الله اگر تو بالای ما خشم و غضب نباشی ما پروای ای را نداریم، دیگران تحمل میکنیم، لیکن شکایت ضعف و نتوانی خود را میکنیم. فقط یک عداس او در این سفر مسلمان شد و او یک غلام و یک برده بود، یک باغ کار میکرد. از آن گرابی به تحمل مشقت یک بار جنابشان در خانه تشریف آورد، با مجردی که شش کسی گفت که کدام قافله آمده فورا استاد شد. ام المؤمنین برش گفت که کمی آرام بگیریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اگر این قافله بدون از اینکه پیام ما را بشنوه از اینجا برو و گمراه و کافر و بیدین از این دنیا ای رخصت شون، این مسئولیت باز بدوش کی هست؟ احساس مسئولیت. ممکن امو قافله که به دعوت جناب رسول الله صلی الله علیه و مسلمان شده، امو قافله و ما و شما به برکات اونا مسلمان شده باشیم، چی خبر داریم ما شما؟ کسی از اونا آمده باشه در افغانستان در کابل و باز به برکت اونجا مردم مسلمان شده و اسلام چی شده. فلهذا عزیزان گرامی این احسان عظیم و این اصلا ما این سخنان را به خاطر فهماندن درود میگوییم که درود خو یک چیز معمول است، لیکن یک حالت روتینی را به خود گرفته. بین درود شریف بخوانیم. این درود فلسفه داره عزیزان من، فلسفه داره. تا که او را نفهمیم درود بس به زبان ما و شما هست. او درودی که تغییر بیاره در زندگی ما او یک درود دیگری است عزیزان. خو این احساناتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به انسانیت داره و یک کتاب است به نام محسن انسانیت، به زبان اردو است و بعضو ترجمه شده. یک کتاب جالب هست و وی را ثابت کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم محسن انسانیت بود. شما خود کمی با امی حالت ضعیفی که ما شما داریم از لحاظ مسلمانی کمی با امی غرب و اروپا مقایسه کنین، باز به شما معلوم میشه که چی برکات داره اسلام. هر قدر که یک شخص در میان ما پیر میشه با امو اندازه احترامش بیشتر میشه. اگر پیش فقط پسرانش و اولادش در خدمت بودال نواسه و کواسهش هم در خدمتشان است. شما اونجا پیرا را ببینین که در چی وضعیت است. هیچ کس در قصهش نیست. در یک شفاخانه میره اونجا یک چی داره، یک لیلیه داره اونجا میمره. او کسی که زیاد به پدر و مادر احترام داره
فقط در مادرده یک های حل و امرش میکنه. مادرده، این مادرده اینجا آمده. از کجا آمده؟ از زمو تهذیب مزخرف ای اروپایی ها و امریکایی ها ما و شما متاثر شویم. مادرده و روز مادر و روز فلان. شما به امی حالت اینجا ما و شما یک چند ریش سفید جمع میشه و بعض یک چی خوانده میشه، عقد نکاح میشه، تا که دی جوره زنده هست. به گذشت هر روز محبت بینشان اضافه شده میره. با مو فرموده وجعل بینکم مودتا و رحمه. اونجا در 15 محکمه تاپه میشه. تاپه امینی. اول خو نکاح نیست. بسیاری مردم پدرش معلوم نیست، کار خدا کرده و دیگه گم شده. و مادر معلوم نیست. مادری و هر طفل امو بوتل است. او که به دنیا میره در چی؟ در کودکستان با یک بوتل کلان میشه. او از امو شیر میخوره. امو تر بوتل کلان میشه. بوتل ردیده امی تر بوتل کلان میشه. به این معنی که نه دو عاطفه است، نه دو هو اینجا آمده بودن. ما و شما ظلمی اونا را ندیدیم. نه عاطفه داره، نه شفقت داره، نه انسانیت داره، نه فقط مادر میشه. بعد از اینکه در 15 و یا در 10 محکمه تاپه میشه، باز با اندکی چی که کمی گډوډی میگه بای بای تو طرف رو ما دیگر میگیریم. یعنی انسانیت است. سابق خوی قصه ها را ما و شما میشنیدیم. مالی خو هر کس بعضی از اقاربش اونجا هست. مردم با یک پشک زندگی میکنه، با یک سگ زندگی میکنه. باز امو میموره، امونجا میموره. این قسم میموره که بدنش بدبو پیدا میکنه خانه. باز شروالی خبر میشه که او مرده. یعنی ما به شما ایره میگویم چیزی که از انسانیت ما و شما داریم به برکت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. درست است که ما به او حد متمسک نیستیم به این چیزی که مطلوب است، لیکن امو چیزی که هست الحمدلله بسیار چیز است. فهمیدین؟ خو اهل سوال ای است عزیزان گرامی که ما در مقابل ای احسانات عظیمی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای ما و شما داره کدام تحفه مادی تقدیم کرده میتوانیم؟ که مثلا یک موتر طلایی برش بگیریم کیست توش، یا یک خانه طلایی برش جور کنیم، یا با یک مهمانی بسیار عالیشان دعوت بکنیم. این میشه؟ نمیشه. اول خود جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم امی قسم داده که کل قضایا را با موازین مادی اصلا وزن نمیکرد. یک میزان دیگه بود پیششان، یک معیار دیگه بود. خو اگر ما خواسته باشیم کدام تحفه مادی به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده میتوانیم؟ نمیتوانیم. فلهذا یک چیز میمانه و ای است که از الله رب العالمین بخوایم که یا الله ما خو به این محسن عظیم خود هیچ چیز کرده نمیتوانیم، از تو درخواست میکنیم اللهم صل، میگویم اللهم صل، از تو درخواست میکنیم یا رب عظیم حمید مجید که در مقابل این قربانی ها و این احسانات و این منتی که گذاشته بالای ما و تمام انسانیت پاداشش تو برش عطا فرما. فهمید؟ این درود است. و وقتی که درود میخوانیم عزیزان من، درود که میخوانیم این تمام سیرت در ذهن ما و شما یک بار خطور بکنه. تمام مرحله مکی میتور یک چوار تیر شود. مرحله مدنی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به تمام دنیا چالش داد، مقابله کرد. فهمیدین؟ و کل سیرت و او اخلاق عظیم و او تعامل و شفقت و ترحم و اصول و مبادئ تمدنی که
جناب رسول الله صلی الله علیه و تعلیم داده، این در ذهن ما و شما خطور بکنه. باید این درود هست، به اینکه درود بخوانیم. خود درود خصه است که بخوانیم. خود درود چی معنی داره و از این درود چی درس باید بگیریم؟ این قضیه است که علی مفقود است عزیزان گرامی. هم در نماز که درود میخوانیم، این تمام سیرت و معالم سیرت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بار در ذهن ما و شما مستحضر شود و قربانی های را که و مشقات را که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تحمل فرموده یک مرور باید بکنیم. باز درود معنا می داشته باشه. ما به شما گفتیم یک بار که قیام شد، باز دی قیام طائف هم آمد، دی هجرت هم آمد، دی بدر هم آمد، دی احد هم آمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. پس عزیزان گرامی، ما و شما درود که میخوانیم، درود باید ما و شما را زنده بکنه. درود باید تعلق ما و شما را به رسول الله صلی الله علیه و سلم مستحکم بسازه. درود ما و شما را باید وادار بکنه که ما من حیث امتی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به کدام راه روان هستیم، ما در کجا هستیم و چی اهداف و مقاصد خرد و ریزه به خود اینجا در دنیا ترسیم کردیم و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما را به کدام مدارج عظیم و بلند میخواست که ما شما را برسانه. و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالتی از دنیا رحلت فرمود که امت یک امت قائد بود، رهبر بود. تمام امتها به اقتدا میکرد و آل ببینیم که در کجا هستیم. فقط به نمیشه عزیزان گرامی که بین درود بخوانیم و یک بار درود بخوانیم. به این میشه که درود را صحیح بفهمیم و درسها و اندرسهایی که در درود است او را باید درک کنیم. پس ما ای را میگفتیم عزیزان گرامی که در مقابل این تمام فداکاری ها و تضحیات و قربانی ها چیزی که کرده میتانیم و ای است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در حق جنابشان از الله رب العالمین بخوایم که با امو مجد و عظمت در اخیر درود میخوانیم انک حمید مجید، با امی که خودت ستوده صفات هستی، صفات کامل هست و صاحب عظمت و بزرگی هستی. تو میتانی ای رب کریم که بای پیغمبر مهربان ما صلی الله علیه و سلم پاداشی تمام قربانی ها را بدی. پس درود هست، یک بار ای را میخوانیم با هم. در درود هم در قرائت و خواندن و بعض اشتباهات مردم میکنه، فلهذا با هم میخوانیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم چی معنی؟ ای الله. این را ما شما خواندیم. صلی رحمت نازل فرما، رحمت بفرست. صلی علی بر. ما دیروز به شما گفته بودیم که به تغییر حرف جر معنی تغییر میشه. صلی لربک، برای پروردگارت نماز بخوان. فهمیدین؟ صلی علی محمد، بر محمد صلی الله علیه و سلم رحمت بفرست، نازل فرما. و علی آل محمد، و را ترجمه کنین. علی، آفرین. آل دو معنی را داره. آل یک معنی آل خانواده هست، خانواده. و یک معنی آل پیروی کنندگان، متبعین. در ای آل و اهل که است، اهل این در قرآن آمده و فقط به خاندان و خانواده گفته میشه. در قرآن عظیم الشان آل گاهی به معنای خانواده آمده و گاهی به معنای متبعین و پیروی کنندگان آمده. ازن وشو کنه؟ یعنی مثلا در قرآن عظیم الشان که آمده و اغرقنا آل فرعون، از اینجا آل چی مراد است؟ یعنی فقط خانواده مراد نیست، پیروی کنندگان. فرعون چی کرده بود وقتی که موسی علیه السلام به بنی اسرائیل هجرت میکرد، خارج میشد؟ کل قماندانای عسکری نظامی و مسئولین ملکی جمع کرده که 600,000 نفر از خدمت ما میگرزن، بین که چی بکنیم؟ جلوی اینا را بگیریم. فقط خانوادهش نبود. و موسی علیه السلام که با امر الله رب العالمین بحر را با عصای خود زد و راه جور شد، او طرف رفتن بنی اسرائیل به قیادت موسی علیه السلام. فرعون به تمام قماندانای نظامی و مسئولین ملکیشان اینام گفت که ما پشتش او طرف هم میریم. درمیان که شد الله رب العالمین میفرم و اغرقنا آل فرعون، کل اونا غرق شد. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. بعد از زدن موسی علیه السلام با عصای خود بحر رای دو شق شد و راه جور شد و اردو طرف آب استاد شد. معجزه بود، معجزه. و اینا که داخل شدن کل به متبعین و به همه غرق شدن. لیکن آل به معنای خانواده هم آمده، در قرآن کریم هم آمده و در اینجا ما و شما در درود شریف وقتی که آل میخوانیم، آل اردو مراد است. یعنی اگر از این ما صلی علی محمد و علی آل محمد، خانواده جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، امهات المؤمنین، بعض اولادایشان، کلش دی می آید. لیکن اگر ترجمه دیگر را بگیریم، پیروی کنندگان، ای در حقیقت هر مسلمان با هر مسلمانی دیگر دعا میکنه. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. الحمدلله در این آل با عنوان متبعین خما و شما هستیم. شاید با اینجا بعضی مردم چی باشه؟ سادات هم باشه، بسیار درجه بلند داره، لیکن همینطور متبعین عمومی خو هر مسلمان است. فهمیدین؟ پس در درود شریف ما و شما وقتی که میخوانیم در حقیقت به هر مسلمان دعا میکنیم. این 2 میلیارد انسان یک در تشهد به اونا دعا کردیم. السلام علینا
وعلى عباد الله و دعای دیگه اینجا هست. این قدر دعاها که در حق یک دیگه میکنیم والله تعالی میبخشه انشاءالله. دعای یک کسی خو قبول میشه نه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عزیزان گرامی، صل علی محمد، بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درود بفرست، یعنی بالایشان باران رحمت نازل فرما، یعنی مسلسل و بسیار بکثرت مهربانی فرما، بالای جنابشان درجاتشان بلند فرما، نام جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را بلند فرما. این دعا را ما و شما میکنیم و ما دیروز به شما گفتیم که بر روی زمین یک لحظه هم سپری نمیشه مگری که نام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به زبانها هست، در لسپیکرها هست، در اقامت هست، در اذان هست، در تشهد هست، فهمیدین؟ و در درود هست. و رفعنا لك ذکرک، این مصداقی فرموده قرآنی هست. عزیزان گرامی، عرض کردم که آل وعلى آل ابراهیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل دو معنا داره، اولاد و ازواج مطهرات، و معنای دوم پیروی کنندگان و متبعین. پس بر اساس معنای دوم تمامی امت دی دعا شامل هست. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. پس ما دی درود از الله جل وعلا شانه درخواست میکنیم که یا الله دی پیغمبر مهربان ما صلی الله علیه و سلم تو پاداش و مقام بلند برش عطا فرما. کما صلیت، کما شما میبینین مثل که، چنانچه که، کما ایمانا می آید. در قرآن کریم زیاد آمده، کما ارسلنا، کما اوحینا و اوحی، کما اوحینا الى ابراهیم، کما بله صلیت، کما صلیت، مثل که تو، چنانچه که تو رحمت فرستادی علی ابراهیم، بر علی چی معنی؟ ابراهیم علیه السلام، و علی آل ابراهیم، و بر آل ابراهیم علیه السلام. مثل که تو ای درجه بزرگ و عظیم به ابراهیم علیه السلام دادی، امی قسم با پیغمبر ما نبی مهربان صلی الله علیه و سلم عطا فرما. سوال اینجاست عزیزان گرامی که چرا ابراهیم علیه السلام، چرا این فرموده که ما صلیت علی نوح، کما صلیت علی آدم، كما صليت على عيسى، كما صليت على موسى، كما صليت على داود، كما صليت على سليمان. تخصيص إبراهيم عليه الصلاة والسلام چرا؟ و به امی خاطر ما ایره درود ابراهیمی میگویم، درود ابراهیمی که نام جناب ابراهیم علیه السلام دهی ذکر شده. عزیزان گرامی، یک معنی ای هست که ابراهیم علیه السلام به ای خاطر اینجا انتخاب شده در درود و ای درود آمده، مثل که مقام جناب ابراهیم علیه السلام هست در قبولیت. ابراهیم علیه السلام را به تعبیر قرآن کریم حتی مشرکین مکه خود را نسبت میدادند به ابراهیم علیه السلام و یهود خو میگویند که از ما است، جد امجد ما میگه امی است، و میگه که پدر کلان
جد ما هست، جد یعقوب علیه السلام است. فهمیدی؟ و نصرانی هم خود را به او نسبت میده. قرآن کریم فرموده بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما كان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. یعنی تعجب به این است که مشرکین مکه خود را به ابراهیم علیه السلام چی میکردن؟ نسبت میدادن و میگفتن که این کاروبار ما که جور است، مکه مکرمه یک مرکز تجارت هست، این خانه را خوب ابراهیم علیه السلام جور کرد، میگه او از ما است، در حالی که دیوانه ها از این خبر نیستن که ابراهیم علیه السلام تمام عمرش د بت شکنی تیر شده و اینا کعبه را از بتها پر کرده بود، لیکن به هر حال اونا خود را نسبت میدادن و قرآن عظیم الشان این نسبت را نفی کرده که یهود هم غلط میگویند، زیرا که یهود به اون منهج روان نیست، به منهج روان است که او در تصادم به جناب ابراهیم علیه السلام است. اونا به راه و روش روان است که ابراهیم علیه السلام کل زندگیش بر علیه چی کرده؟ مبارزه کرده و نصرانی ها همچنان. پس ما در درود ابراهیمی اینطور میگویم که یا الله یا رب کریم به پیغمبر مهربان ما او مقام قبولیت عطا فرما که نبوت و رسالت تمام دنیا قبول کنه، مثل که از ابراهیم علیه السلام قبول کردن و ابراهیم علیه السلام مقتدا بودن به همهشان، اگرچه بعض مردم فقط تا حد نسبت یعنی به او خود را نسبت میدادن، یک ذره هم به او را نرفتن، به او روش نرفتن. و یهود را ما و شما میشناسیم و نصرانی ها خو تاریخشان پیش روی ما و شما است و مشرکین خو هم مشرکین بودن که او پیغمبر بزرگواری و که او میفرماید انا دعوت ابی ابراهیم. ابراهیم علیه السلام دعا فرمود ربنا وابعث فیهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كل زندگیشان بی پیغمبر در مقابله تیر نشده و امو پیغمبر را مجبور نکرده به هجرت. فلهذا یک علت ای است. علت دومی است عزیزان گرامی که یا الله به پیغمبر مهربان ما او اعزاز و اکرام کن، او اعزاز عطا فرما، مثل که به ابراهیم علیه السلام عطا فرمودی. شما میفهمین وصف ابراهیم علیه السلام در قرآن آمده ان ابراهیم کان امتا. ابراهیم به تنهایی خود یک امت بود. باز شما میبینین که ابراهیم علیه السلام او پیغمبر است که سخترین امتحانات به سخترین امتحانات آزمایش شده. یعنی این خو به زبان گفتن بسیار آسان است که کسی به طفل خود بگوید بیا تو را ذبح میکنیم، به شوخی نه، به شوخی نگفته بود و شاید در تاریخ ادبیات انسانی این مکالمه را کسی دیگه شنیده باشه یا در کدام ادبیات آمده باشه که ابراهیم علیه السلام می فرماید یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. قال و او پسرم خو اسماعیل بود دیگه، او خو ارکس نبود و جوابی او هم یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. نه ابراهیم علیه السلامی به شوخی و مزاح گفته بود و نه اسماعیل علیه السلامی جواب داده بود، این واقعی بود. به امی خاطر خو مکمل آماده شد. فلما اسلم، اسلام ایرا میگوید
ما و شما اسلام چی را میگویم؟ اسلام زنده باد. میگه کسی نامش اسلام الدین بود، او کسی بر استدا کرد اسلام دین را هنوز نگفته بود، مردم گفتن زنده باد. ما و شما از اسلام زنده باد میفهمیم. اسلم به تمام معنی تسلیم شدن. ابراهیم علیه السلام به ذبح آماده شد، به این امر، و اسماعیل علیه السلام به چی آماده شد؟ به ذبح شدن آماده شد. این اسلام است. اسلام ای است. این چیزه این طرف و طرف که آمده این نمیفهم از کجا آمده. فلما اسلم وتله للجبین، بس چی آمده؟ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لا، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه ذكر مبارك شان بامي خاطر است. پس ای ازمایشای مختلف و خطرناک ترین ازمایشا که آمد، در نتیجه و قرآن کریم می فرمایا که بعضی فیصله الهی شد که انی جاعلک للناس اماما. با امتحانات مختلف که ازموده شد و ابراهیم علیه السلام در هر ازمایش و امتحان یعنی با اعلی ترین موفقیت موفق شد. بعضی اعلان نبوت امامت بو شد. و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن، فقط نمره کامیابی نگرفت، فأتمهن. فهمیدین؟ باز اعلان شد که انی جاعلک للناس اماما. پس ما و شما ای دعا میکنیم که درست است که ابراهیم علیه السلام ابو الانبیاء است، لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سید ولد آدم هست. و خودش میفرماید انا سید ولد آدم ولا فخر. این مقام را برش الله رب العالمین عطا فرموده. پس ما و شما دعا میکنیم که به پیغمبر مهربان ما هم امی مقام و ای اعزاز و ای مقام رفیع و بلند عطا فرما. پس عزیزان گرامی، وقتی که ما این درود ابراهیمی را میخوانیم، این تمام مفاهیم در ذهن ما خطور بکنه، او را استشعار بکنیم، احساس بکنیم که ما چی میگوییم. بعض درود معنای خود را می داشته باشه و بعض درود تغییر میاره در انسان. امو درودی که آمده که من صلی علی عشرا، این درود هست که این درود رابطه ما و شما و پیغمبر ما و شما استوار بکنه. و ما در خواندن هر درود امو تعهد را تجدید بکنیم به پیغمبر خود که به تو ایمان آوردیم و ما به نصرت تو مکلف هستیم، الا تنصروه فقد نصره الله. ما و شما به نصرت رسول الله صلی الله علیه و مکلف هستیم. نفرموده وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم اگر فلاح میخوایم ما به نصرت پیغمبر صلی الله علیه و ما چی قسم کرده میتوانیم؟ فقط با می درود بیروح خواندن و دین و شریعت او را ببینیم که در کدام حالت قرار داره، امت او را ببینیم که در کدام حالت قرار داره. خود درود معنا و مفهوم را داره. عزیزان گرامی، به این خاطر تمام اذکار نماز و من جمله درود به یک اعاده نظر ضرورت داره که ما و شما که نماز ما نماز میشه و او نماز که ما را تغییر میده، او نماز که ما را یعنی از فحشا و منکرات منع میکنه، طبیعی است او نماز باید یک شکل دیگری خود را بگیره، از همین شکل روتینی و عادی که گرفته از این برای. بله، پس کما صلی خدمت شما ما عرض کردیم که چرا ابراهیم علیه السلام، شاید وجوهات دیگری هم باشه، لیکن حد اقل دو قضیه در ذهن ما و شما باشه.
إنك إن چی معنی؟ بشك يقينا بتحقيق ك ويش كم إن نام سيس إن نام سي إن نحن نيس ونحن خو زمائر منفصلة ويش إنها إنك يقينا تو بشك تو حمید از حمد گرفته شده. حمید قابل تعریف، ذات ستوده شده. بشک تو ذات حمید هستی. مجید، یہ حمید در قرآن کریم زیاد آمده. مجید صاحب مجد و بزرگی هستی و در مجد و بزرگی در جلال و در عظمت به کمال رسیدی. فهمیدید؟ یعنی مجد و بزرگی خود درجات داره. تو ذاتی هستی که دو یعنی به کمال رسیدی. پرفکشن، یعنی بالکل یعنی انتهای کمال رسیدی. پس این دو صفت ما و شما در اخیر که میگوییم ای به این معنی هست که ای الله عظیم و حمید و یا رب ذوالجلال، دیگه هیچ کس ای پاداش را به ای شخصیت بزرگوار داده نمیتانه و ما هم نمیتانیم. ما چی هستیم و چی داریم که به پیغمبر خود بتیم. پس تو که ذات حمید و مجید هستی، از تو میخواهیم که به پیغمبر مهربان ما رحمت نازل فرما. اگر تعلیماتی او نمی بود مال در تاریکی ها می بودیم. اگر تعلیماتی او نمی بودیم و احسان را منت را به ما نمی گذاشتن، بین ما و بین وحشی که دیگر در دنیا می بینیم هیچ تفاوت نمی بود. پس جز از تو ای پاداش را کسی دیگر داده نمیتانه. ای معنی هست. در اخیر که میگویم انک حمید مجید، ای پاداش و ای بدله و ای رحمت بجز از تو کسی ای را کرده نمیتانه. فلهذا از تو درخواست میکنیم اللهم صل. فهمید؟ درج ایمان را ده. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. حضران گرامی، رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک ایره فرموده انما بعثت معلما. انما بعثت معلما، بیشک ما به عنوان معلم فرستاده شده. معلم که باشه او به چی ضرورت داره؟ به شاگرد ضرورت داره. و معلم کی هست؟ و ما بشر هستیم یا نیستیم؟ خو معلم ما هست. پس ما و شما ببینیم در روشنی این حدیث که آیا حق شاگردی را ادا میکنیم یا آیا امو متعلم شائسته هستیم. این بسیار ضرور است عزیزان گرامی. هر مسلمان ببینه که پیغمبر مهربان صلی الله علیه و سلم به ما معلم هست، رهبر هست، راهنما است. آیا ما حق شاگردی را ادا کردیم؟ اگر نکردیم باید دی فکر بکنیم و باید شاگرد خوبی باشیم. شاگرد باشیم که در چی و در ناکام نشویم. نمره کامیابی رو حد اقل بگیریم. هر مسلمان بعد از درودی تصور بکنه. لیکن اگر درود را خوانده میره و زمین جنبت نه جنبت گل محمد، زمین جنبت نه جنبت و همو گل محمد است، دویش تغییر نمیآید. این طور خو نمیشه. این خو منهج است به حق دلبند و راه مصطفی. این مختصر منهج. بس این حق را که قبول کردی و به امیر راه مستقیما حرکت کو به جنت میرسی.
فهمیدی؟ زیرا که او سیس بشر هست، لیکن بین بشر تا بشر است. یوحا الی، به او وحی می شد. و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحا. پس ما و شما دعام بکنیم که الله رب العالمین ما و شما را متعلم کامیاب بگردانا، به این معلم مهربان و شفیق. دنیا ای قسم معلم دانا و شفیق و مهربان را ندیده. این دعا را بکنیم و دعا بکنیم که ما و شما این تعلیماتی معلم انسانیت و محسن انسانیت را درک کنیم، این مطالعه بکنیم، سیرت جنابشان بخوانیم، خود را بعد محاسبه کنیم که با ما چقدر وقت میتیم، چقدر وقت میتیم. آیا سیرت رسول الله صلی الله علیه و را خواندیم؟ آیا روزانه در خانه ما خوانده میشه؟ به او رابطه داریم؟ محبت خو فقط بچی نیست عزیزان گرامی، یعنی اینطور هوایی نمی آید. فهمیدی؟ خو به او راه که او رفته به امو راه انسان بروه. و انسان اگر بگوید صاحب به او راه خو رفته نمیتوانیم، خو به تو صاحب زیاد محبت داره. خو به ما یعنی که به او محبت داریم رایشم تعقیب کنیم. بعضی یک تصور ناقص این است که مطابق مزاج خود انسان یک مکارای آسان که صاحب او را صاحب قبول داریم، خوی سخت از ما نمیشه صاحب، یه از ما نمیشه. این طور خو نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده که دین را قائم بکنه. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله لیغلبه علی الدین کله. درست است که مسواک ثواب داره، درست است که لنگی ثواب داره، درست است که چیزای شیرین که شما میخورین و خوش داشور ثواب داره، لیکن دیگه سنتا خو مست نه که فقط همی سنتای همیطور شیر و پراٹا را انسان چی کنه قبول کنه و دیگر را میگه از ما نمیشه. خویی را که انسان ما حیران میمانیم یگان وقت که همی شاعرایی که از چشمان و زلفان رسول الله صلی الله علیه و همیشه صحبت میکنه، از سیفش هم خو یک روز صحبت بکنه، از بدر و احدش هم خو یک روز صحبت بکنه. و در خندق که پیشش مردم آمد و گفت که یا رسول الله چند روز از چیز نخوردیم، اینا چی را بسته کردیم سنگ. رسول الله صلی الله علیه و به زبان مبارک خو جواب نداد، خو چی خدا که بالا کرد 2 سنگ بسته کرده بود. و شما میفهمین لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه در سیاق غزوه احزاب نازل شده. پس از کجا آمده یعنی مزاجیت در سیرت که انسان فقط مطابق مزاج خود سیرت را بخوانه؟ پس پلانم جور کنیم عزیزان گرامی، به وقتم بتیم و سیرت رسول الله صلی الله علیه و را بخوانیم و بعد از او درود را بخوانیم، بعضی ایمان را داره و بعضی پیام را به دیگر برسانیم. اللهم چی معنی؟ بارک، برکت عطا فرما. ترجمه کنین علی محمد و علی آل بچند معنی هست؟ اولش و دومش پیروان. ماشاءالله. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اصلا درمو رحمتم برکت شامل است. فهمیدین؟ لیکن قاعده دعا در عربی ای است که به تعبیرات مختلف یک چیز را انسان میخواه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واعفو عنا یک معنی داره. فهمیدین؟ لیکن در دعا قرآن کریم این طریقه داره که یک چیز را به تعبیرات و کلمات مختلف چی میشه. امی قسم اینجا هم هست. برکت در رحمت شامل است، خویی به این خاطر هست. ما وقتی که سیرت رسول الله صلی الله علیه و را میخوانیم و تضحیات رسول الله صلی الله علیه و سلم را
میبینیم با تعبیرات مختلف در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعا را میکنیم. البته برکت یک معنی دیگری هم داره، او ای است که به انسان وقتی که خیر و خوبی حاصل شود دو افزایش برکت است و بعض اگر او افزون شد دوام او برکت است که او باز چی شود؟ او دوامدار بمانه. ما در این درود در حصه دوم این دعا را در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم. یعنی وقتی که ما میگویم که با اولاد فلان برکت عطا فرما، یعنی اولادش زیاد فرما. معنی دومی است که در نسلی برکت عطا فرما کی تسلسل پیدا کنه و این نام خیر و نام نیک را ایره ادامه بده تاکه در اجر و ثواب سابقین اضافه شده برای. فهمیدین؟ امی قسم ما و شما که در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکنیم، امی دعا هست که در پیغمبر ما، در کار پیغمبر ما برکت عطا فرما، در اولادشان برکت عطا فرما، او دین و شریعتی را که با پشت سر خود اینجا مانده به او برکت عطا فرما. در این معنی افزایش هم است و معنی دوام هم هست و معنی دوام است. کما بارک ترجمه کنین کما آفرین بارکت على ابراهیم و على آل ابراهیم انک بشک حمید مجید باشا. این درود شریف است. یک بار ما شما میخوانیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاكم الله خيرا. در درود شریف اگر الفاظ و چی اگر کسی سید نداره تکرار بکنه با کسی که یاد داره، به خاطر که جزء نماز هست و ای باید صحیح شود. عزیزان گرامی در بخش دوم رسیدیم، پس همو تی پی آی را تکرار کنیم. آفرین ماشاءالله. یک بار دیگر خدمت شما عرض کنیم که کل عربی در امی 3 نقطه خلاصه میشه، یا اسم است یا فعل است و یا در مورد اسم و حرف کم ما شما خواندیم، با مو حد خواندیم که در قرآن کریم آل چی میشیم؟ پیدایش میتانیم بکنیم. صحیح شد. و استعمالات و چیزی که کثیر الاستعمال است. فعل در تعریفش گفته بودیم و کلمه یا و لفظی که از او کردن و شدن یک کار معلوم شود. طبیعی است کار که میشه خود در یک وقت میشه، ای وقت یا در زمانه گذشته می باشه یا فی الحال می باشه و یا در آینده می باشه. این فعل است بسیار ساده و آسان. در فعل عزیزان گرامی 2 نقطه را ما و شما باید بیاد داشته باشیم. اول خود ماده فعل. ماده فعل به این معنی که این فعل از چی جور شده است؟ از حروفی که از او جور شده. در این مورد خدمت شما عرض کنیم که در عربی 99%
یعنی 1% میمانه. تقریبا 99% افعال ثلاثی هست، یعنی که ورد روت 3 حرفی هست. 99%. 1% یا 2% که هست بازو از 3 حرف بیشتر است. فهمیدین؟ به این خاطر کار بسیار آسان است، یعنی به این معنی که ما امی فیصدی بزرگ را که یاد بگیریم و کم که هست و خود به خود انشاءالله کم هست آسان یاد میگیریم و به یک ترتیب ما داریم انشاءالله به خدمت شما تقدیم میکنیم. موضوع دوم دایی یا قالب هست. طبیعی است که هر فعل را ما و شما به ذهن خود سپرده نمیتوانیم، بلکه ما به خود یک قالب داشته باشیم که او را در قالب بندازیم و او را بفهمیم. او را میگویا قالب یا وزن. فهمیدین؟ یعنی به این معنی که شما به همی پیش که گفتیم که 3 حرف است که شما به او یک قالب جور کنین، مثلا که در او 3 خشت بیایا. فهمیدین؟ از قتل شروع کردی. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. 3 کنین این قالب هست. فهمیدین؟ بعضی قالب پایین که هست، مثلا دای شما حروف انداخته برین به شما این فعل میته. مثلا شما اینجا نوشته کنین دال خا لام، دخاله. نوشته کنین خا را جیم، به شما چی دادی قالب؟ خارجه، یعنی بالکل با مقالب. این قالب و ای را یاد گرفتن ما یک تقسیم به داریم. اول دی قالب او چیزایی که یا او افعالی که از یک طرف آسان است، یعنی 3 حرفی هست، از دیگر طرف کثیر الاستعمال است. اول او را یاد میگیریم. فیصدی زیادی که یاد گرفتیم و کم خود به خود انشاءالله به او که کم همت بکنیم خود به خود او را یاد میگیریم. پس ما و شما میگویم که ما با نقطه اول ای است که زیاد افعال بسیار فیصدی بالای افعال 3 حرفی هست و از همی 3 حرف بعض ماضیم جور میشه، مضارعم جور میشه، امرم جور میشه، نهیم جور میشه، فاعلم جور میشه، مفعولم جور میشه. کل مفاتیح را ما و شما انشاءالله میخوانیم. در افعال 3 حرفی علماء صرف ما ایرا 6 باب جور کرده. چند باب؟ لیکن به حساب مطالعه قرآنی ای معلوم شد که 4 او کثیر الاستعمال است. چند؟ 4 که یک باب فتح یفتحو هست، دوم نصر ینصرو، سوم ضرب یضربو و 4م اول چی بود؟ دوم، سوم، 4م. از این که به یاد ما و شما بمانه این جمله را یاد میگیریم که فتح یفتحو چی معنی؟ باز کردن. قرآن کریم را باز کنیم. نصر ینصرو چی معنی؟ کمک. نصرت الله جل و علا شانه به ما و شما می آیا شامل حال ما و شما. اگر این کار نکردیم ضربه یضربو چی معنی؟ زده می شویم. خوب صحیح، ولی که زده روان است، زده شده روان هستیم. از این دیگه زدن هست؟ از جبالیه و از تل سلطان و از چی جور شده از برای خدا. و شما میفهمین بین 10 میلیون اردوی منظم عالم اسلام داره. منظم نه 10 میلیون کم گفتیم، این خود را 2 کشور است و تا اتم داره.
این چی به درد میخوره؟ ما بگو این چی به درد میخوره؟ ضربه یضربو، وقتی که با قرآن بودیم این قسم نبودیم. و خلیفه عباسیم گفته بود معتصم با یک خانم گفته بود که و کسایی که او را جور داده بود که ما به یک لشکر روان میکنیم که یک چیز سرش در بغداد و دیگه شد در امور لحظه چه رها شد. فهمیدین؟ با قرآن بودن مردم. ضربه یضربو، فلهذا سمع، از برای خدای گپ را قرآن را باز کنین. فتح نصر ینصر، کمک الله میگه. اگر این کار نکردیم ضربه یضربو، فلهذا سمع، این گپ را باید بشنویم. کسی اگر نمیشنوه تنهایی پیشش بریم، در جمع بگویم، در ختمه بگویم، در مساجد بگویم که بای قرآن رو بیارین. چی میکنین؟ نسخه موجود است، مرزه فریمان است و هیچ به اون نسخه مراجعه نمیکنیم. بسیار عجیب نیست؟ بسیار عجیب است. چقدر نسخه های دیگر را تجربه کردیم، خب بین این نسخه کامیاب را چرا تجربه نمیکنیم؟ ای که 90% مسلمانه ای را خوانده نمیتانه و 99% ای را فهمیده نمیتانه. آیا حق ای را داره که ما به قرآن رابطه داریم و این نسخه را تجربه میکنیم؟ قطعا حق ای را نداره. 50% خب جور شوه، 50%. فهمیدین؟ باز ما و شما اگر 50% شدیم باز کمی حق گیله را داریم، در غیر از او هیچ حق گیله را نداریم. نسخه موجود است، علاج موجود است و به او مراجعه نیست. فلهذا او روز ما در جای دوستا گفتیم که بسیار فیصدی بالا از مکاتب ما که فارغ میشه صنف 12 او قادر نیستن که قرآن را تلاوت کنه. گفت که اینطور نگو، این خود گناه هست. 65% میفهم، 65% میفهم از برای خدا. از صنف 12 که فارغ میشه چند فیصد کس قرآن یاد داره؟ او 6% هم او جهد شخصی او نه هست. خودش بیچاره رفته کدام جای پیشی کدام امام صاحب کدام مسجد و سیستم تعلیمی ما شما خمارا قرآن خان نمیسد. این را خما میگویم کسی بایی خفه نشوه. امی وضعیت است. در مدارس چی وضعیت است؟ در مدارس 5-6 سال خو فنون است، بعد از او دوره حدیث است، بعد 40 روز برای قرآن کریم است. میگه دوره کردیم، دوره کرده است، دوره کرده در 40 روز. و در 23 سال نازل شده 40 روزی را چی میکنه؟ فلهذا بایی قرآن باید رو بیاریم، دیگر راه نیست. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلهذا بایی خاطر گفتیم که ضربه یضربو. خب بعض فعل که عزیزان گرامی 3 قسم داره. یک فعل ماضی هست، یعنی او کاری که در زمانه گذشته شده و انجام شده انجام. یک فعل مضارع هست. مضارع 2 فعل را احتوا میکنه، هم حال و هم آینده. فهمیدین؟ و یک فعل امر هست که در او یک کسی به مخاطب قمنده میته که کار بکنه. فهمیدی؟ و نهی هم ضمیمه امی است، زیرا در امر کردن یک کار است و در نهی امر نکردن یک کار. دوم امر است لیکن دو نکردن است و دایی کردن است. این تفصیلی می آید. عزیزان گرامی ما و شما با امو ضمائر که صحبت کردیم، وقتی که با یک مخاطب ما صحبت میکنیم، با یک کسی که پیشوری ما است و یا ما صحبت میکنیم، ما یا یک فرد میباشیم یا یک مجموعه میباشیم و مخاطب ما یا یک فرد است و یا مجموعه هست. پس وقتی که ما مثلا مخاطب ما یک فرد بود گفته بودیم که که اگر جمع بود، اگر امو متکلم که کسی صحبت میکنه یک بود او چی است؟ و اگر جمع بود ایره ما و شما دو خواندیم.
در فعل چی هست؟ این را یاد بگیریم. تا تم، یک تا هست یک تم هست، یک تو هست یا نه هست. تا تم، تا تم، تا تم، تو نه، تو نه. این را باید داشته باشی، در تمام افعال استفاده میشه. تا تم، تو ای چی است؟ وای ای چی است؟ چی است؟ تو ای نه. شما ببینید اینجا ای تا هست، ای تم هست، ای تو هست و ای نه هست. ای در جعل مسو، در فتح مسو، در ضرب مسو، در نصب، بس پسان ای می آید. فهمیدین؟ شما عالم و شما ای افعال را به اشارات یاد میگیریم. همو اشاره ما به شما گفتم می اشاره کنین. فهمیدین؟ اینطور بکنین. فعل، فعلو، فعلت. یک دیگه اینجا نوشته شده اون اضافه بگیری فعلت. فهمی دست چپ اجی سب دست شما هو سبحان الله کلی انگشتاره چی میکنه، زیاد مصرف نکو اجی سب دست چپ است. آقا سب کدام جای دیگر رفته بود. خب فعل، فعلو، فعلت، فعلتم، فعلت، فعلنا، فعلت، فعل، فعلو، فعلت. خب ما اشاره میکنیم شما بگوین. صحیح بگوین. صحیح. فعلت، چی؟ فعل، فعلت خود طرف است. وی فعلو. یک نقطه شما باید داشته باشین. شما ای 7 اشاره کردین مطابق امو ضمائر، در حالی که ای 14 هست. با امو اصل را در یاد داشته باشین که ما از آسان به طرف مشکل یک. دوم اصل دیگه که کثیر الاستعمال اولا و قلیل الاستعمال بعدا. ای کثیر الاستعمال تسنیم در قرآن آمده لیکن کم آمده، جمع مؤنثم در قرآن کریم آمده لیکن کم آمده. فلهذا او را باز انشاءالله زیاد را که شما درس بتین و 80% بفهمه میگه کم من دورم یاد میگیریم. و شما که میگوین که امو اولا مشکل را یاد بگیر، نه مشکل را یاد میگیره و نه آسان را. فهمیدی؟ باز میگوره که این قدر مشکل است، پدر کسی یاد گرفتن نمید. مردم را نترسانین. فهمیدین؟ یسرو. خب شما فعل را خواندن نی؟ ما از یک قالب گرفتیم، قالب فتح. فتح فعل را شما خواندن، ای چی بود؟ و از فتح بخوانن فعلو بود نه؟ چی میشه از؟ آفرین، آفرین. این را میگوی قالب. با این قالب شما اهل میفهمین از این تمام افعالی که در قرآن کریم از قرآن کریم کشیده شده کل اینا را شما یاد گرفتین. از جعل بخوانین. جعلت. فهمیدین؟ از شفاعه بخوانین. شفاعت. خو از رفعه بخوانین.
خب شما را تست میکنیم که شما مکانیک روان هستید چی؟ از بعث ای را بخوانید. ای را بخوانید. آفرین ای را بخوانید. ماشاءالله. از قطع ای را بخوانید. قطعت. یک مسابقه را اجرا میکنیم. یک ریش سفید از اینجا کردیم. بین ریش سفیده یک مقابله بین جوانات دیگه و امی قسم. اجی سبا ماده هستین؟ شما از شفاعه بخوانین به تمامی و اونجا شیخ آمده هست از شفاعه. ای شفاعه هست. ای علی چی هستی؟ تا شفاعت ما شاء الله ما شاء الله. از این طرف بین سی اجسابه که استاد میشه، بین سی اجسابه هر کس که استاد میشه خود بخود. آقا صاحب نقشه بالای شما مدد توکل بخون. خب ناست دی وی سیده از بعثه خب ثو فعلوا بدني بعثوا فعلت الف از بعث چی می فعلت بعث آفرین فعلتم تم بعثتم ما شاء الله دیر تکړه دی فعلت بعثت فعلنا ما شاء الله ما شاء دی گروپ به انعام بتابا آقا صاحب این گروپ مکمل باید به چی انعام بتا یعنی کسی که هیچ عربی نخوانده و او در دقیقه ای را جور میکنه خب معنیش این است که قابل چی نیست قابل انعام است. خب یک کسی استاد شما از رفعه بخوانه. رفعه رفعو رفعت رفعتم رفعتو رفعنا رفعت. ما شاء الله. شما از قطعه تفضل. قطعه قطعوا قطعتا قطعتم قطعتو قطعنا قطعت. ما شاء الله. یک کس دیگه از این گروپ یک بله شما از جماعه. جمع جمعوا جماعة جماعتم جماعتو جماعنا جماعت. ما شاء الله ما شاء الله. علماء کرام شما دی گروپ بله النصحه این کلش به امی یک قالب است فهمیدین کشیده شده از قرآن کریم. نصح نصحوا نصحت نصحتم نصحتو نصحنا نصحت. خب نصحتو چی معنی من نصیحت کردم و نصحنا چی معنی این از چی فهمیدی؟ از این اشاره کی جمع است نه ما شاء الله فتح الله علیک. خب یک کس دیگه از این گروپ ذهب ذهب ذهبوا ذهبت ذهبتم ذهبتوا ذهبنا ذهبنا ذهبت. خب ذهبوا چی معنی؟ رفتن. رفتن. رفت خود ترجمه و اگر ما بگویم رفت چی ترجمه؟ ذهب. و رفت هست در فارسی خب ذهبت است. ما شاء الله فتح الله علیک. شما از این طرف یک کسی از این گروپ مسابقه است. رکع رکع یرکع فتح یف کلش بامو پترن است. ركع ركعوا ركعت رکعت چی معنی؟ يعني تو ركوع كده. آفرین. ركعتو ركعتو ركعنا ركعت. رکعنا چی معنی؟ مارو. ای به این اشارات شما اصلا ترجمه دقیق کرده میتونید فهمیدین
و به امی طریق شما از مکانیک خوانی میبرین. ما به شما گفته بودیم که این اسلوب اصلا استعداد را ایجاد میکنه، فهمیدین؟ لیکن به شرط تمرین و پرکتس. اله یک 5 دقیقه 2 نفری پرکتس است. شما از این را میفهمین امو کلان که نوشته شده این چی معنی داره؟ این معنیش که کثیر ای از همه بیشتر آمده. بله، بس صلح است، بس جماعه، بس سأله. فهمیدین؟ طریقه یاد گرفتن در نکات تربیتی ای است که یک طریقه ای است که ما بعضی چیزا به مثال ها یاد بگیریم. مثلا شما معنی این را خوانده که معنیش چی هست؟ اگر ان شاء الله به یاد شما باشه یا شاگردای خود را یاد بتن، باز معنی این را فراموش نمیکنه. و شما با بعض اوقات بعضی چیزا را با توسط بعضی جملات، مثل که مو جمله را به شما خواندیم، اگر با مثالا بعضی چیزا یاد میتیم، مثالای ما باید قسم باشه که به زودی یاد شود. مثالای ما قسم باشه که در خودش معنویات باشه. مثالای ما قسم باشه که خودش در هم تعلیم نهفته باشه. یکی از طریقه های یاد گرفتن معلومات را علمای گفتن. و همچنان گفتن که بعض اوقات یعنی بعضی چیزا ما و شما فراموش میکنیم، لیکن اون موقعیت که به یاد ما بیاید که او فلان را در میدان یوایی دیده بودیم و فلان را با مرا در حرم شریف دیده بودیم، بعضو کل چیزا در ذهن می آید. به این خاطر یکی از طرق یاد گرفتن معلوماتی است که ما یک چیز را به چیزی دیگر ربط بتیم، مرتبط بسازیم. یکی از چی هست. البته در مثالایی که چی هست شرطی است که در این کورس استفاده شده و کورس بعدی هم استفاده شده که مثال باید آسان باشه و مانوس و شناخته شده باشه. خودش در مثال بعضی از معانی و مفاهیم چی باشه، مثال باشه که او کثیر الاستعمال باشه. و ما به شما گفتیم که مثلا این جمله که پیش به شما گفتیم، قالب های چارگانه که فتح یفتح و نصر ینصر و ضرب یضرب و سمع اسمع، با این جمله که شما او را یاد گرفتین آل فراموشتان نمیشه با این قسم. الله رب العالمین به ما شما توفیق عمل نصیب کنه.